درود بر شما همراهان نازنین، در خدمتتونم با یه ویدیوی آموزشی دیگه. تو این ویدیو قرار بهتون یاد بدم این سینی جذاب رزینی رو بسازید که بیسش MDF و تلفیق با تصاویری که خودتون میتونید به سلیقه خودتون چاپ بکنید و خیلی راحت میتونید بسازیدش و از زیباییش لذت ببرید. وقت رو هدر نمیدیم، بریم که این ویدیوی آموزشی رو با هم دیگه ببینیم. اما قبلش ازتون میخوام اگر تازه با چنل من آشنا شدید حتما چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. خیلی انرژی شما به من کمک میکنه که به این مسیر ادامه بدم. بریم که با هم این آموزش رو ببینیم. سلام و درود به شما دوستداران هنر رزین. امروز قراره که با هم این سینی جذاب رو با بیس چوبی بسازیم که یه تلفیق جالبی از برگه چاپ شده گلاسه و چوبای ساده MDF. همون ابتدا میریم ببینیم که به چه وسایل و لوازمی نیاز داریم. یه چسب دکوپاژ لازم داریم، به یه رنگ اکریلیک نیاز داریم که من اینجا از سفیدش استفاده میکنم، از ابر استفاده میکنم یا قلتک‌های ابری برای انتقال رنگ اکریلیکم به بیس MDFم. همچنین قیچی نیاز دارم، یه کارت آبربانک و یه برگه گلاسه که روش طرح مورد نظرمو چاپش کردم. خیلی از پیج ها هستن که برگه های چاپ شده رو به صورت آماده به فروش میرسونن، اما من طرح‌های مورد نظرم رو از اینترنت گرفتم و پرینت رنگی گرفتم. یه بیس MDF هم اینجا داریم که این بیس MDF بسیار بسیار قیمت مناسبی دارن و خیلی برای کار با رزین مناسب هستن و اینجا قرار هستش که این کار به یک سینی تبدیل بشه. خب برای اینکه من بخوام طرحم رو انتقال بدم، اول نیاز دارم که مشخص بکنم کدوم قسمت میخوام طرحم مشخص باشه و با توجه به زوایایی که کار من داره طرحم رو برش میزنم. خب با توجه به اینکه یه زاویه 90 درجه هست خیلی برام راحته که پیداش بکنم. خیلی با دقت گوشه کار رو که خودش یک خط راهنما داره از روی همون سعی میکنم یک خط عمود رو ببرم، هم از سمت راست و هم از بالا، در واقع به یک زاویه 90 درجه برسم و با توجه به اینکه یک مقدار هلال هستش داخل اون گودی سینی من، اون هلال رو هم سعی میکنم که در بیارم و اون قسمت رو هم حذفش بکنم که در نهایت یه برش تمیزی گوشه کارم داشته باشم. قیچی هایی هم که استفاده میکنین توی کار برش تلق و کاغذ و کلا هر وسیله که نیاز به برش داره خیلی مهمه و سعی کنین که یه قیچی خوب و با کیفیت همیشه برای این کارا کنار بذارید. خب اون گوشه هم که گفتم هلال داره رو من با دستم فشار دادم رو بیس، ردش افتاد و اینجا همونطور که میبینید همون هلال رو دارم میبرم. اینجوری کاملا تصویر من فیکس میشه داخل قسمت گودی سینی که دارم. با توجه به اینکه من طرحم رو میخوام فقط یک قسمتش کار بکنم، به همین خاطر شروع کنم به برش کاغذم و جوری که یه حالت تقریبا در هم داشته باشه و یک حالت نامنظم داشته باشه از قسمت بالا، طوری که سفیدی کاغذ به سمت روی صورت خودم باشه. سعی میکنم این تصویر رو ببرم. با توجه به اینکه بیسم هم رنگ سفید داره خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه طرح من کاملا انگار محو بشه توی رنگ اکریلیکم. حالا ما یک مقدار جلوتر میریم کامل متوجه میشید که چه مراحل دیگه‌ای باقی مونده که انجامش بدیم. اولین کاری که میخوام انجام بدم اینه که تصویرم رو منتقل بکنم روی بیس MDFم. برای همین از چسب دکوپاژ اینجا استفاده میکنم یا چسب ترانسفر که اینجا از برند ریچ استفاده کردم. برند رپینم هستش، فرق زیادی نداره، خیلی روش حساس نباشید. اون قسمتی رو که میخوام تصویرم رو بچسبونم هم روی بیس MDF یک مقدار میزنم با یه تیک ابر که میتونین از تامپون یا همون قلتک‌های ابری هم استفاده بکنین و بعد قبل از اینکه این چسب خشک بشه بلافاصله تصویر رو من قرار میدم توی جایی که مشخص کردم و برش زدم و حالا با استفاده از یک کارت آبربانک سعی میکنم اگر حبابی اون زیر هست یا هوای اون زیر گیر افتاده از بین ببرمش. یه قسمتایی هم که خشک هستش یا احساس میکنم که چسبم کمه اضافهش میکنم برای اینکه کامل باید آغشته بشه به اون چسب که این صفحه کاغذ نازک بشه و نشست بکنه روی بیس MDF من
و کاملا صاف و یک دست بشه که مراحل بعدی کار رو که انجام میدم کاملا کارم تمیز از آب در بیاد. هر قسمتی هم که اس کردم رفته تو خورده بافت چوب یا رفته توی بافت کاغذ مجددا بهش چسب اضافه میکنم و اضافی هاش رو میکشم به سمت بیرون، همینطوری که دارید میبینید که کاملا این تصویر فیکس بشه روی صفحه MDF من. خیلی خوب، اضافه چسبم میتونم باز منتقل بکنم به ابر. اگه روی تصویرم این چسب بیاد هیچ اشکالی نداره، بلکه حتی ما باید تصویرمون رو هم عایقش بکنیم، باید عکسمون رو هم پرایمرش بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه حالا هر نوع چاپی که انجام بشه روی اینا، همین چاپایی که حالا جوهر افشان هستن یا لیزری هستن، بعد از اینکه ما میخوایم رزین رو اجرا بکنیم این تغییر رنگ رو ما خواهیم داشت، این رنگ ها محو میشه و پخش میشه. پس حتما باید تصویرتون رو هم پرایمرش بکنین. حالا ما تا این مرحله کامل مطمئن میشیم که همه قسمت ها چسبیده و یک سطح شده با بیس MDF. بعد از اون میریم سراغ مراحل بعدی که حالا مرحله به مرحله با هم میبینیم که چی کار میکنیم. از چسب چوب یا چسب DM5 یا همون چسب ترانسفرتون میتونید روی تصویر استفاده بکنید. حالا هر کدومشو که داشتید، من از همون چسب استفاده میکنم کامل همه قسمت ها رو با استفاده از ابر این تصویرم رو من آغشته میکنم به چسب چوبم یا چسب ترانسفرم که کامل اون لایه بسته بشه و بعد از اینکه رزین رو میریزم روی تصویرم دیگه این رنگ ها پخش نشن. این مرحله خیلی مهمه، اگر انجامش ندید همون روز نه، یه هفته بعد نه، ولی از 10 روز آینده باید شاهد این باشید که کلا طرح شما محو شده و دیگه هیچی مشخص نیست. حالا من اینجا طرحی که دارم استفاده میکنم با توجه به علاقه‌ای که به اسبا دارم، طرح اسب هست، رکاب و بند رکاب هست و زین که اینجا مشخص کامل. اگر من این رو عایقش نکنم تماما تصاویر محو میشه تو هم و هیچ کدوم از این چیزایی که بهتون گفتم دیگه قابل تشخیص نیست. خب در ادامه یک سری حباب‌های خیلی خیلی ریز و کوچیک یا هوا ممکنه زیر تصویر گیر افتاده باشه که میتونین با استفاده از سوزن بهش یه ضربه بزنین و بعد دوباره با همون ابری که آغشته هست به چسبتون روش فشار بدید که کامل نشست بکنه و بخوابه. و این همه اینا برای این هستش که در نهایت که ما رزین رو میریزیم روی تصویر کاملا یک سطح بشه و صاف بشه و کارمون تمیز بشه، وگرنه اگر این کار رو انجام ندیم در نهایت فاینال کار چیز غیر قابل قبولی نمیشه. ولی من همیشه به طرز وسواسگونه‌ای دوست دارم همه مراحل کار به درستی انجام بشه. خیلی خوب، بریم سراغ مرحله بعد که استفاده از رنگ اکریلیک هست که من مجدد از یه تیکه ابر اینجا استفاده میکنم. توی آموزش‌های قبلی ما رنگامیزی بیس ها رو برای ساعت با رنگ اکریلیک داشتیم که میتونید اون آموزش‌ها رو برید ببینید. نکته خیلی خاص و جدیدی اینجا وجود نداره. من از رنگ اکریلیک سفید استفاده کردم. شما میتونید بسته به زمینه تصویرتون رنگتون رو انتخاب بکنید. مثلا اینجا خود تصویری که من چاپ کردم پس زمینش سفید رنگه، به همین خاطر به نظرم خیلی جالب میشد و زیباتر میشد که خود بیسم رو سفید رنگ بزنم. اگر که پس زمینه مشکی داشت خب حتما رنگ اکریلیکم رو مشکی انتخاب میکردم. پس خود پس زمینه تصویر شما میتونه یک راهنمای مناسبی باشه برای انتخاب رنگ اصلی بیستون، به این خاطر که خیلی اون چاپ رو طبیعی تر نشون میده، انگار که مستقیما روی همون بیس شما این تصویر رو چاپش کردید. حالا ادامه که رنگامیزیش تکمیل شد شما خیلی واضح تر میتونید متوجه بشید که چرا من این رنگ رو انتخاب کردم. خب هم به صورت ضربه‌ای و هم به صورت رفتی برگشتی من این رنگ اکریلیک رو منتقل میکنم. حالا چرا بعد از اینکه رفتی برگشتی میزنم و رنگم رو پخش میکنم به صورت ضربه‌ای من دارم ابر رو روی بیس میزنم؟ به خاطر اینکه ردی از، حالا اگر از قلمو استفاده میکنین هم بعدش بس سری با ابر یا قلتک اصلاح بکنید که رد اون قلمو از بین بره، یا با ابر که میکشیم رد اون کشیدن ابر از بین بره و شما یک بافت پرزدار خیلی خیلی مخملی باید داشته باشید که هم سطح باشه و کلا رنگ رو بتونه همه قسمت ها پخش بکنه. من این قسمت رو دیگه میذارم بعد روی دور تند که حوصلتون سر نره. فقط نکات مهمش این هستش که بعد از یه دست که رنگ اکریلیک رو میزنین، حالا خصوصا بعضی رنگا نیاز هستش که 2 یا 3 بار تکرار بشه، مثل رنگ سفید.
اگر اختلاف رنگ شما با پس زمینه بیستون که حالا قهوه‌ای روشن هست زیاد باشه، شما باید به دفعات بیشتری تکرار بکنید. مثلا اینجا سفید با اون رنگ اختلاف زیادی داره، من شاید نیاز باشه که 2 تا 3 دست پی بذارم خشک بشه، 20 دقیقه بعد دوباره برم دست بعد رنگو بزنم. ولی خب اگر از رنگ مشکی استفاده می‌کردم شاید 1 دست براش کفایت می‌کرد. پس بسته به رنگ شما و اختلاف رنگتون با بیس ممکنه شما به تعداد دفعات بیشتری برای رنگ‌آمیزی بیس MDF تون نیاز داشته باشید. حالا شاید متوجه بشید اینجا که دارم کار رنگ‌آمیزی رو ادامه میدم، وقتی که دارم به لبه های تصویری که برش زدم نزدیک میشم، اونجا اون بخش سفیدی که گفتم سعی کنین موقعی که دارین برشش میزنین به سمت خودتون قسمت های سفیدی و پرز کاغذ بیرون بزنه، چرا به دردمون میخوره؟ خب اینجا الان من 1 دست رنگ زدم و این رنگ خشک شده، چیزی حدود بهتره 10 دقیقه تا 1 رو کامل صبر بکنین. توی این فاصله تا کامل خشک بشه، چون اگر رنگ ابتدایی شما که همون اکریلیک سفیدی که اینجا استفاده کردیم اگه کامل خشک نشه و شما بیاین دست بعدی رنگ رو روش بزنید، رنگ زیرم بر میداره و کلا انگار شما هیچ رنگی روش نزدین. پس مهمه که بهش اجازه بدید خشک بشه، بعد بیاید دست بعد رنگ رو اجرا بکنین رو کار. یه قسمتی هستش روی بیسا که دسترسی ابر راحت نیست. این قسمت ها رو شما میتونین از قلمو استفاده بکنین، همونطور که دارید میبینید من اینجا استفاده میکنم. برای نقاطی که در دسترس نیست یا سخته که ابر بخواد اون قسمت ها نفوذ پیدا بکنه، من از قلمو استفاده میکنم، ولی بعدم سعی میکنم باز با ابر محوش بکنم. ببینید من دست اول رنگو زدم، کاملا سایه روشن تو بیس من مشخصه. به همین خاطر مجدد رنگ اکریلیکمو برمیدارم که دوباره اینو 1 دست دیگه تمدیدش بکنم و دارم کم کم میرم یه کمی توی مرز تصاویر و یه کمی توی اون طرح‌ها این ابرمو میارم جوری که محو باشه، نه جوری که بیارم کلا مشخص باشه که مثلا با یه ضربه ابر و رنگ اومدم توی طرح. خیلی با احتیاط یه کمی اون گوشه ها رو فیدش میکنم که خیلی طبیعی تر جلوه بکنه و من مرز خیلی مشخصی از جایی که کاغذم رو بریدم و بیسم که دارم رنگ‌آمیزیش میکنم نداشته باشم. خیلی در حد 3-4 میل میرم داخل طرح و رنگم رو دوباره تمدید میکنم توی همه قسمت ها، همونطوری که دارید میبینید اینجا. بعد از اینکه من رنگ سفید رو دارم تو دست دوم تمدید میکنم، خیلی داره رنگم صافتر میشه و دیگه اون سایه روشن و مشخص نیست و کاملا 1 دست رنگ سفید و مرتب روی سطح کارم خواهم داشت. اینجا من یکم زوم کردم براتون، شما میتونید اون مرز برش کاغذ رو و قسمتی که من دارم با ابر رنگ اکریلیک رو انتقال میدم ببینید. بسیار خوب، بریم سراغ مرحله بعدی. الان من 2 دست کامل رنگ سفید رو اعمال کردم، کارم تقریبا 1 ساعت و نیم 2 ساعت گذشته ازش، رنگم کامل خشک شده و آماده مرحله بعدم. اینجا شما میتونید از چسب‌های کاغذ استفاده بکنین که تو کار طراحی استفاده میشه و من حالا اینجا یه چسب دیگه داشتم که برای این کار جواب میده، هرچند که
به خوبی چسب مخصوص کار هنری و چسب کاغذ نیست، ولی جواب میده. اگر نداشتید میتونید از نوار چسبم استفاده بکنید، به شرطی که چسبندگی مناسب داشته باشه. شروع میکنم. این چسب رو برش میزنم به اندازه دیواره های کنار سینی که میخوام بسازم و کامل و با دقت چسبم رو روی قسمت بالایی میچسبونم، به این خاطر که من دوست دارم گوشه های پایین کارم رو طلایی رنگش بکنم. حالا رنگ طلایی رو هم بهتون میگم که چطوری میسازمش. یه رنگ خیلی طلایی خوب و با کیفیته که موندگاری خوبی هم داره. ببین من این چسب رو زدم و مهم هستش که خیلی با دقت چسب رو صاف بزنید که در نهایت وقتی که با قلمو میخواین رنگتون رو اعمال بکنید یه خط صاف و مرتب و منظم داشته باشید. بسیار عالی. اینجا من از پودر فلزی طلایی دارم استفاده میکنم. پودر فلزی خیلی سبک هستن، یعنی تو هوا خیلی راحت پخش میشن. مراقبت بکنید که حتما از ماسک استفاده بکنید. و اینجا هم از یه وارنیش مات دارم استفاده میکنم. از وارنیش های براق هم میتونید استفاده بکنید، ولی چون کارم اینجا قسمت سفیدش مخملی بود من ترجیح دادم که وارنیش مات استفاده بکنم. تقریبا 3 برابر مقداری که رنگ پودریم رو اضافه کردم بهش وارنیش مات اضافه میکنم تا جایی که همون قوامی که رنگ اکریلیکم داره این هم داشته باشه و بعد شروع میکنم به هم زدنش و گوشه های کارم رو با استفاده از قلمو شروع میکنم به رنگ آمیزی. یه نکته دیگر رو هم که ممکنه یادم رفته باشه ابتدای آموزش بهتون گفته باشم این هستش که رنگای اکریلیکتون رو اگر که خیلی غلیظ نیستن نیازی نیست برای انتقال به بیستون با آب ترکیب بکنید. همون مستقیم خود رنگ رو از تیوب میتونین روی ابر بذارید و شروع بکنیم به رنگ آمیزی. بسیار عالی. شروع میکنم با یک قلمو همین رنگی رو که ساختم گوشه های کارم میزنم جوری که همه قسمت هایی که سفید هستش پوشیده بشه و اگر یه جایی به خوردش نمیره به صورت ضربه‌ای میزنم و چون که اون چسب رو من بالا زدم دیگه نگران این نیستم که این رنگ طلایی من قسمت بالا هم میره. فقط مهم این هستش که چسب شما کاملا بخوابه روی قسمت بالا و کامل چسبندگی داشته باشه که اگر که اون رنگ طلایی رفت روی چسب خورد از زیرش نشتی نده بیاد بالاتر و کارتون اصلا کثیف به نظر نرسه. همین نکته خیلی خیلی مهمی هستش که حتما رعایتش بکنید و قلمو رو هم همونطور که میبینید من یکم برمیدارم میکشم روی کار و بعد با همون قلمو که دیگه حالا رنگ زیادی نداره رنگم رو پخشش میکنم که کامل صاف و یک دستیده بشه. میتونین از ابر هم استفاده بکنین ولی خب در کل نیازی به انجام این کار نیست. با استفاده از یه قلمو راحت میتونید رنگتون رو اعمال بکنین. حلال رنگ اکریلیک آبه. قلمتون و ابرهاتون رو بعد از اینکه کار رنگ رو انجام دادین بلافاصله با آب بشورید. همین قلمو هم که من اینجا ترکیبش کردم با رنگ پودری فلزی و وارنیش مات. وارنیش مات هم بر پایه آبه. اینجا دارم از وارنیش بر پایه آب استفاده میکنم. به همین خاطر قلمم رو قبل از اینکه خشک بشه میتونم با آب بشورم و دیگه نیازی به استفاده از حلال‌های مختلف هم نیست. خیلی هم عالی. اینجا دیگه بریم روی دور تند که حوصله شما سر نره. من تمامی زوایا رو با استفاده از چسب همینطور رنگ‌آمیز میکنم. ببینید که چقدر خوب این رد افتاد و یه نکته مهمه دیگه حتما اجازه بدید که رنگ اکریلیک سفیدی که زدید 2-3 ساعت بگذره وگرنه چسبو که بزنین روش بعد چسبو جدا بکنین رنگ اکریلیک رو هم میکنه از روی کارتون میبره. این نکته خیلی مهمه. 2-3 ساعت کامل بهش تایم بدید و همین رنگ طلایی رو هم که شما اینجا اضافه کردین میتونین بهش 2-3 دقیقه تایم بدین خشک بشه بعد جدا بکنین که کارتون تمیز در بیاد. دسته های سینی هم به نظرم اینجا خالی از لطف نبود که طلایی رنگ‌آمیزی بشه. به خاطر همین من از همین چسبا اینجا استفاده میکنم که دسته های سینی رو هم با همون رنگی که ساختم رنگش بزنم. چسبمو میذارم کامل و تمیز و مرتب روی سطح کارم رو همون رنگی که استفاده کردم برای لبه های کار و دیواره های بیرونی سینی برای دسته هم استفاده میکنم که ست بشه. احساس میکنم اینجا واقعا این رنگ طلایی خیلی به طرح اصلی هم میاد و از نظر رنگ با هم دیگه همخونی دارن.
خیلی هم عالی. بریم سراغ قسمت جذاب کار. 2-3 ساعت دیگه باید کامل تایم بدین که اون تصویر و اون رنگ اکریلیک و خود اون چسب ترانسفر کامل خشک بشه. چون وقتی که چسب ترانسفر زیر این تصویر گیر میفته، چون با هوا در ارتباط نیست، ممکنه دیرتر خشک بشه. پس برای اجرای رزین عجله نکنین. شروع میکنم به وزن کردن رزین و هاردنرم که اینجا از رزین نیمه غلیظ بهتر استفاده بکنین یا حتی از رزین غلیظ استفاده بکنین برای این کار، که من نیمه غلیظ رو پیشنهاد میدم بهتون. و رزین و هاردنرم رو با هم ترکیب میکنم. با توجه به اینکه رنگ بیس سفیده، پس زمینه تصویر سفیده و خیلی لایه نازکی قرار هستش که اجرا بشه، من حساسیتی روی ترکیب کردن رزین و هاردنر ندارم که بگم وای خدایا حباب نزنه. بس اگر حبابی داشت، با توجه به اینکه نهایتاً 1 میل 1.5 میل ما تا 2 میل رزین رو داریم داخل اون قسمت گودی اجرا میکنیم، نگرانی نداریم. ولی میتونید یک مقدار ظرفتون رو داخل ظرف دیگه که آب گرم ریختید بذارید که سریعتر ترکیب بشه رزین و هاردنرتون و در نهایت مشکل حباب نداشته باشید. خیلی خب، اینم از ترکیب رزین و هاردنر که ما به دفعات داشتیم. پیشنهاد میکنم حتما پستای قبلی رو ببینین، ویدیوهای قبلی رو ببینین. کلی آموزش در مورد ترکیب رزین و هاردنر هست، اینکه چطور بی حباب بتونید رزین و هاردنرتون رو ترکیب بکنین. اگر که این آموزش رو دوست داشتید تا اینجا، یادتون نره حتما چنل رو سابسکرایب بکنین که من انرژی بگیرم براتون ویدیوهای بیشتر بذارم و بریم که ادامه کار رو ببینیم. خب، من ببینید استراحت دادم به رزینم، یکم داخل همون آب گرم. همونطور که میبینی حباب خاصی داخلش وجود نداره. نکته‌ای که مهمه اینه که قشنگ کامل قاشق رو بزنین کف ظرف و همه اون رزین و هاردنر رو با هم ترکیب بکنین. این خیلی خیلی مهمه برای اینکه سطح کار صافی داشته باشید. الان من با توجه به اینکه همه این مراحل رو انجام دادم و 4-5 ساعت هم از مرحله‌ای که رنگ‌آمیزی کردم سینی رو گذشته، دیگه تایم مناسبی برای ریختن رزین هست. رزین رو میریزم و بعد با یه قاشق 1 بار مصرف رزین رو پخش میکنم تو همه قسمت‌ها که قسمت گودی کاملا با رزین اپوکسی فول بشه و رزین به همه قسمتاش برسه. اگر که جایی دیدید مثلا رزین کم آوردین و باید خیلی سریع مثلا رزین اضافه بکنین، بلا فاصله خیلی سریع، نه که تایم زیادی بگذره، سریعا رزین و هاردنرتون رو ترکیب بکنید و همونجور گرمش بکنید و بلا فاصله به اون رزین و هاردنری که هستش اضافه بکنید. اگر زمان بگذره بیشتر از 10 دقیقه 2 دست میشه رزینتون و کارتون خراب میشه. پس حتما این رو در نظر داشته باشید که هم رزین هاردنرتون رو وزنش بکنین برای اون کاری که استفاده شده، که سری بعد اگر تو همون بیس خواستین کار بکنین ذهنیت داشته باشین چه مقدار رزین استفاده بکنین. همین که اگر رزین کم اومد خیلی سریع مجدد براش رزین درست بکنین که رزینتون 2 دست نشه. من با بقیه رزین رو هم با کج کردن این سینی به دیوارهای اطراف هدایت میکنم که همه قسمت‌ها رو کامل بپوشونه. در ادامه پیشنهاد میکنم 5 تا 10 دقیقه بعد از اینکه رزین رو اینجا اجرا کردین فندک گیری رو انجام بدین که همون ابتدا حرارت ندین به کار، که حباب هایی هم که اون زیر هست دیگه ما بهش دسترسی نداریم. بعد اجازه بدین حبابا بیاد روی کار، بعد فندک بگیرید. از یه درپوش هم پیشنهاد میدم استفاده بکنین روی کارتون که با کار در تماس نباشه، یعنی به رزین نچسبه، ولی این درپوش خیلی کمک میکنه به اینکه گرد و خاک رو کارتون نشینه و سطح کار براقی داشته باشید. خیلی خوب، اینجا هم یه بار دیگه من فندک رو گرفتم، خیلی سریع این کار انجام میدم که به رزین آسیب نرسه. اینم در نهایت شد خروجی کار بعد از 12 ساعت که خشک شد. یه سینی خیلی زیبا و جذاب شد. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشین. اگر که دوستش داشتید این ویدیو رو لایک کنین و در ادامه هم باید یه عذرخواهی بزرگ داشته باشم به خاطر اینکه خودم حس می‌کنم خیلی توی این ویدیو نفس زدم و شاید بی ربط به این موضوع نباشه که الان 8 ماهه باردار هستم. لطفاً برام دعا کنین و این ویدیو رو هم یادتون نره که برای علاقه‌مندان به این هنر ارسال بکنین. دوستتون دارم. تا ویدیوی آموزشی دیگه، بدرود.